خسته نباشید. جناب ما یه واحد واسه اجاره می‌خواستیم. شما چیزی دارین؟ چقدر پول پیش دارید؟ 30 تومن مایی 1 تومن. آقای حاجیلو اصلا همچین فایلی داری؟ نه، اولا ما به خانمای مجرد خونه نمیدیم. دوما با پول پیشی که اینا دارن فقط کرایه 2 ماهشونه. ببینید ما فقط 2-3 روز وقت داریم. یه اتاق کوچیکم باشه کافیه برام. تو رو خدا یه کاری کنید. صابخون داره وسیلا رو میریزه بیرون. اتفاقا یه فایل هست، یکی از دوستامون رفته خارج از کشور، گفته یه کسی احتیاج داشت بدم به اونا. بفرمایید شما برین سر ملک تا من بیام. دستتون درد نکنه. اصلا میریم ببینیم. خیلی ممنون از شما. مرسی آقا، لطف کردید. بچه‌ها من یه لحظه میرم برمیگردم. آقا مهدی بود رفت دنبال دخترها. واقعا که آدما رو نمیشه از قیافه شناخت. مرشاد اومد. بچه‌ها از امشب یونس اینجا میخوابه. خونه‌شو دادم به این بچه‌ها، کار خیر انجام بده. چیکار کردی؟ ما رو بدبخت کردی.